بسم الله الرحمن الرحیم. ان ربک لبالمرصاد. پرقدرت در کمین دشمنان نشسته ایم. جمعه 14 فروردین ماه در روز 35 جنگ تحمیلی از سوی دشمنان آمریکایی صهیونیستی، روز پر افتخاری برای یگانهای پدافند هوایی کشور بود. رزمندگان با صلابت و شجاع اسلام توانستند پرقدرت، با سرعت و با دقت ضربات مهلکی را به جنگنده‌ها، بالگردها، پهپادها و هواگردهای دشمن وارد نموده و تعداد قابل توجهی از آنها را ساقط نمایند. روز جمعه که باید آن را جمعه سیاه و خفتبار برای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نامید، سامانه نوین پدافند هوایی نیروی قهرمان هوافضای سپاه، یک جنگنده فوق پیشرفته نسل 5 F-35 آمریکا، 3 پهپاد راهبردی MQ-9 و هرمس و 2 موشک کروز پنهانکار، پدافند نیروی زمینی سپاه با سلاح‌های در اختیار، یک جنگنده پیشرفته A-10 و 2 بالگرد بلک هاک و همچنین دلاورمردان نیروی پدافند هوایی ارتش، یک جنگنده پیشرفته A-10 را تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار دادند. قبلا اعلام کرده بودیم ما توانایی‌هایمان را در میدان نشان می‌دهیم. دشمن بداند که ما با سامانه‌های نوین پدافند هوایی که به دست جوانان دانشمند و پر افتخار این کشور ساخته شده و یکی پس از دیگری در میدان عمل از آن رونمایی می‌شود، حتما به کنترل کامل آسمان کشورمان فائق خواهیم آمد و حقارت دشمن زبون را به جهانیان پیش از گذشته ثابت خواهیم نمود و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.